چی شده؟ نگران چی هستی؟ ماما جانم. میگم بابا تک و تنها پا شده رفته، مثل اون موقع گوشیشو ندزدن. مثلا باید خب چجوری بره بیرون که گوشیشو ندزدن؟ منو نبرده. یعنی تو رو ببره گوشیشو نمیتونه کسی بدزده؟ من میگیرم لباسشو پاره میکنم، یه دونه چاقو هم میبرم با خودم یا خدا، میکنم تو دماغش. دماغ دزده؟ چقدر خشه. سکو من برم برای لواشک بیارم. باشه؟ لباش قرمزی ها باشه، تو همونجا بشین تا من لواشک قرمزی بیارم برای تو. خب فقط با هم بخوریم. باشه؟ یا من برم دستشویی بیام با هم بخوریم. الان نخوری یا تا من بیام. باشه؟ شده. چی؟ شما خیلی کوچولو شده؟ ببینمش. کوچولوه خیلی. حالا ولش کن. ولش کن. همین بود؟ همین؟ چیکار میکنی؟ برای چی سوهان میکشی؟ من خیلی ناراحتم. من بیشتر از تو. گندم گریه است دوباره؟ نه. نظر بده راجع به ازدواج درست. زن باید چجوری باشه تو زندگی؟ گندم چطور حالا؟ چی شده؟ ماما اینو نگاه کن. داشتی میگفتی؟ چای داغه دایی شاقه. وای چند بار بگو. متنفس شدی؟ رفتت خجالت کشیدی؟ یه بار دیگه بگو لطفا. نمیگم. چرا؟ لطفا ماما. نمیگم. بسیار